روز شما بخیر بینندگان ارجمند. امروز سه‌شنبه 17 ایون است و این برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی که آن را خبرنگاران ما در تاجیکستان و پراگ تهیه کردند در 15 دقیقه دیگر مهمترین حوادث جهان و تاجیکستان را خلاصه میکنیم و اینک به موضوعهای اساسی این نشر توجه کنید. پرزیدنت دونالد ترامپ اظهار باوری کرد که در مرحله کنونی هم ایران شانس سازش بستن با آمریکا را از دست نداده است. من نمیخواهم شاهد آن باشم که ایران صاحب سلاح هسته‌ای شود و ما کفالت خواهیم داد که این چیز روی نخواهد داد. از آغاز جنگ خواب نکردم. یک تاجیک ساکن اسرائیل در رابطه با جنگ ادامه یابنده اسرائیل و ایران تجربه خود را نقل کرد. راکت‌های بالستیکی که از طرف ایران پرت می شود و این طرف شبا شروع می شود و وقتی که شبا دیگر شروع شد تو آمادگی می گیری. من 3 روز هست که خواب نکردم. قلبش تاب نآورد. استاد دانشگاه دولتی خوجند بعد اعلان حکم 17 سال زندان در بازداشتگاه جان داد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا میگوید در جنگ میان اسرائیل و ایران هدف او دستیابی به ختم واقعی جنگ است، نه تنها یک آتش بس. دونالد ترامپ شرکتش در جلسه گروه 7 گانه کانادا را پیش از وقت به انجام رسانیده به واشنگتن برگشت و طور رسانه‌های خبری آمریکایی گفتند قرار است جلسه شورای امنیتی کشور را برپا کند. تفصیلات در گزارش میرزانبی خالقزاد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ شام روز دوشنبه پیش از مهلت جلسه سران کشورهای گروه 7 گانه را ترک کرد. کاخ سفید گفت که دلیلش وضع در خاور میانه می باشد. پیش از این ترامپ در یک دعوتی از ساکنان تهران خواست که شهر را ترک و تکرار نمود که ایران می بایست با ایالات متحده آمریکا سازش هسته‌ای را امضا می کرد. من نمیخواهم شاهد آن باشم که ایران صاحب سلاح هسته‌ای شود و ما کفالت خواهیم داد که این چیز روی نخواهد داد. کشورهای گروه 7 گانه شام روز دوشنبه در اظهارات مشترک از اسرائیل دستگیری نموده ایران را یک منبع بی‌ثباتی در خاور میانه نامیدند و عین زمان جانب‌ها را به پیشگیری از توسعه نزاع در منطقه دعوت کردند. صدایی که شنیدید فضای غبارآلود استادیوم شام 16 ایون اسرائیل قرارگاه صدا و سیمای ایران را در مرکز تهران ضربه زد. آژانس نیروی هسته‌ای سازمان ملل متحد گفت که به عظیمترین کارخانه استحصال اورانیوم ضربه سختی رسانیده شده است. ایران از ایالات متحده آمریکا تقاضا کرد که در این جنگ هوایی به آتش‌بس پایفشاری کند. منبع‌ها میگویند که ایران توسط کشورهای خلیج به پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ پیام داده تقاضا کرده است که برای دستیابی به آتش‌بس به اسرائیل فشار آورد و در جواب گفت که تهران در مذاکره هسته‌ای با ایالات متحده نرم پذیرتر می شود. این تحولات اخیر در مناقشه پرقربانی در میان دشمنان دیرینی اسرائیل و ایران است که دوام 5 روز پی هم به همدیگر ضربه میزنند. در ساعتهای پایان روز دوشنبه موشک‌های ایرانی شهرهای تل‌آویو و حیفا را هدف قرار داده باعث به کشته شدن چند نفر گردیدند. در پی این حمله‌های هوایی از 3 کارخانه عمل کننده غنیسازی اورانیوم در ایران 2 عددش از کار مانده است. اسرائیل گفته است هدفش پیشگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای است، ولی تهران این اتهام و هم نقشه ایجاد سلاح هسته‌ای را رد می‌کند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ به خبرنگاران در کانادا گفت که با سبب وضع در خاور میانه باید جلسه 7 گانه را پیش از مهلت انجام داده به واشنگتن برگردد. تلویزیون فاکس نیوز گفت که ترامپ اعضای شورای امنیت ملی را برای یک جلسه اضطراری دعوت خواهد کرد. او به تکرار گفته است که در صورتی که ایران طلب‌های ایالات متحده آمریکا را برای قطع برنامه هسته‌ایش بپذیرد، هجوم اسرائیل هم زود پایان می‌یابد. شب 17 ایون گروه نوبتی شهروندان تاجیکستان خاک ایران را ترک کردند. رسانه‌های آذری نوشتند در میان آنهایی که امشب از یک گذرگاه زمینی در سرحد ایران به خاک آذربایجان گذشتند، 10 شهروند تاجیکستان، روسیه، مولداوا و دیگر دولت‌ها میباشند. سفارت تاجیکستان در تهران دیروز گفت که 100 تاجیکستانی برای بازگشت به وطن از آنها یاری خواسته است. نزاع میان اسرائیل و ایران که از 13 ایون به این سو جریان دارد بسیاری ها را در تاجیکستان نگران کرده است. این موضوع در مرکز بحث و بررسی های کاربران شبکه‌های اجتماعی هم قرار دارد.
ҳамкоронам Барот Юсуфӣ ва Иршод Сулаймонӣ рӯҳияву назарҳои сокинони Тоҷикистонро ба таҳаввулот дар ховари миёна гузориш медиҳанд. جنگ اسرائیل و ایران که با حمله های اسرائیل به نهادهای هسته‌ای و نظامی ایران سر شد، در تاجیکستان نگرانی های زیادی را به میان آورده است. جانبداران و مخالفان دو طرف در فضای مجازی با هم درگیر می شوند. برخی به عنوان مردم مسلمان و فارسی زبان از ایران حمایت و اسرائیل را محکوم می کنند. برخی دیگر می گویند ایران با برنامه مشکوک هسته‌ای و سرمایه‌گذاری به گروه‌های وحشت افکن در خاورمیانه زمینه‌گذاری جنگ شد. اما اکثریت امید می‌بندند که پیش راه گسترش این جنگ گرفته شود. با گفته سفیر تاجیکستان در ایران نظام‌الدین زاهدی، تا حالا 30 شهروند تاجیکستان از ایران برآورده شدند و 100 نفر دیگر منتظر انتقالند. در تاجیکستان نیز شهروندان زیاد ایران کار و تحصیل می‌کنند که ادامه جنگ و پیامدهای آنها را گرفتار هراس و ناامیدی کرده است. خانواده من تو مشهدن، حتی تو مشهدم بمباران اتفاق افتاده، ولی به نسبت بقیه شهرها خیلی کمتر. ولی اون استرسی که وجود داره، اون صدایی که تو میشنوی، اونی که تو نمیدونی فردا قراره چه اتفاقی بیفته، بی نهایت سخته. یعنی حتی ماهایی که اینجاییم شاید ما هم نسبت به اندازه اونا استرس داریم. دو طرف جنگ از هدف قرار دادن مرکزهای نظامی و نهادهای استراتژی یکدیگر گزارش می‌دهند و یکدیگر را تا مرز نابودی تهدید می‌کنند. اما از رسیدن موشک‌ها به منطقه‌های مسکونی و هلاک شدن مردم آسایشته کمتر می‌گویند، در حالی که قربانیان زیادی پیامدهای حمله‌ها در دو طرف مردم عادی اند. تاجیکان زیادی در دو طرف جنگ زیر ترس و هراس قرار گرفتند، از جمله در اسرائیل نیز. اینجا تو هیچ جا فرار نمی‌کنی. تو همون چیزی که برای تو ارتش میفرستاند پیام‌ها، تو باید اونها رو نگاه کنی. من به شما خیلی ساده میگویم که شبا شروع می‌شود. راکت‌های بالستیکی که از طرف ایران پرت می شود به این طرف، شبا شروع می شود و وقتی که شبا دیگر شروع شد تو آمادگی میگیری. من 3 روز هست که خواب نکردم، دیگر شبت مثل روز شد، روزت مثل شب. پس از حمله اسرائیل به ایران در 13 ایون و آغاز جنگ موشکی این دو کشور، شرایط غیر انتظار برای مردم از جمله شهروندان خارجی که در این کشورها قرار دارند ایجاد شده است. ایران یک کشور همزبان با تاجیکستان است که تاجیکان برای تحصیل، تجارت، طبابت و گردشگری و نیازمندی‌های دیگر به این کشور زیاد سفر می‌کنند. در اسرائیل هم تعدادی از شهروندان تاجیکستان قرار دارند که مقامات این کشور در حال حاضر بیرون رفتن مردم را اجازه نمی‌دهند. تاجیکستان در اسرائیل سفارتخانه ندارد و مسئولیت روابط به دوش سفارت تاجیکستان در قاهره است. تا کنون خبرهای رسمی برای بیرون آوردن شهروندان تاجیکستان از این کشور رسانه‌ای نشده است. تاجیکستان در روز اول حمله اسرائیل به ایران را محکوم کرد و خواستار دریافت راه‌های صلح‌آمیز حل بحران شد. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با همتای چینی خود سی جین پین درباره تقویت همکاری‌های دوجانبه گفتگو کردند. ملاقات امروز در حاشیه نشست رهبران کشورهای آسیای مرکزی و چین در شهر آستانه صورت گرفت. پرزیدنتان تاجیکستان و چین با گفته مقامات رسمی از رشد همکاری‌های دو کشور اظهار قناعتمندی کرده گفتند در گردش سودای خارجی تاجیکستان سهم چین زیاده از 20% را تشکیل می‌دهد و حالا در تاجیکستان 700 شرکت با سرمایه چینی کار می‌کنند. عین زمان این نگرانی صدا می‌دهد که تاجیکستان در آینده هرچی بیشتر پایبند امر و اراده سیاسی چین می‌شود. دوشنبه از پکین در مرحله کنونی 820 میلیون دلار قرضدار است. و اکنون مطلب از تاجیکستان، یک استاد دانشگاه دولتی شهر خوجند در بازداشتگاه فوتیده است. پرویز پولادی 3 ماه پیش بازداشت شده با اتهام‌های گرفتن پاره و جنایت‌های اخلاقی به 17 سال زندان محکوم گردید. نزدیکانش میگویند مرافعه پولادی بدون حضور آنها گذشت و برای همین درباره اتهام خبری ندارند. عیبنامه این استاد دانشگاه رسما نشر نشده است. پیوندان او با تصدیق خبر مرگش گفتند که حادثه فوت هفته گذشته بعد شنیدن حکم رخ داد و الکی بعد تشخیص او را به خاک سپردند. تفصیلات از همکارم فرزان محمدی.
روزیزاده پرویز پولادی، اجرا کننده مدیر فاکولته بیولوژی و کیمیای دانشگاه دولتی خوجند، شب 13 ایون در بازداشتگاه فوتیده است. پدرش روزیبای پولادوف در یک تماس تلفنی گفت که جسد فرزندش را روز 13 ایون در ناحیه اشت به خاک سپاریدند. هرچند در این باره مقامات رسما خبر نداده است، ولی بعضی‌ها گفتند پرویز پولادی بر اثر فشار بلندی و درد دل فوتیده است. وقتی آخر هفته گذشته در دادگاه شهری خوجند 17 سال حکم حبس اعلان کردند، وضعیتش بد شد و در بازداشتگاه طبیبان نتوانستند او را از مرگ نجات دهند، افزود یک منبع رادیو آزادی. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی، پرویز پولادی را با اتهام فساد و رشوه و بعضی جنایت‌های اخلاقی زندانی کردند. حکم آخر هفته گذشته اعلان شده و طبق معلومات دادگاه هنوز قوه قانونی نگرفته بود. روزیبای پولادوف پدر این استاد دانشگاه گفت که هرچند به مرافعه‌هایش می‌رفتند ولی دادرس اجازه اشتراک نمیداد و دقیقاً جزئیات حادثه را نمی‌دانند. با این وجود آنها عاید این مسئله عزمی به جای شکایت کردن را ندارند. پرویز پولادی نامزد علم‌های کیمیا و اجرا کننده مدیر فاکولته بیولوژی و کیمیای دانشگاه دولتی شهری خوجند 41 سال و 3 فرزند داشت. و پیشتر در دیگر فاکولته همین دانشگاه سالهای زیاد به حیث مدیر کار کرده است. ولی با گذشت 3 ماه از بازداشتش مقامات انتظامی ولایت سوخت اتهام علیهش را رسما اعلان نکردند. بعد بازداشت پرویز پولادی مقامات امنیتی اینچنین ایوب عثمانزاده رکتور دانشگاه دولتی خوجند را نیز بازداشت کرد. منبع‌های رادیو آزادی آن زمان گفته بودند بازداشت رکتور به رشوه‌ستانی ربط دارد و احتمال پرونده هر دو به هم علاقمند است. رئیس بنگاه مبارزه با کروپسیا در ولایت سوخت ماه فوریه امسال دانشگاه دولتی خوجند را مؤسسه نامید که فساد مالی در آن به اوج رسیده است. به اطلاع مسئولان آژانسی تنها در سال 2024 49 مورد فساد را در دانشگاه آشکار کردند. حکم دادرس به این عیبنامه‌ها معلوم نیست. 2 سال پیش نیز مقامات تفتیشاتی و قدرتی ولایت سوخت گفته بودند که از همه بیشتر موردهای رشوه‌ستانی آموزگاران در دانشگاه دولتی خوجند ثبت شد. قسمی از آنها با جریمه از جوابگری آزاد و نسبت برخی آنها چاره‌های دیگر انتظامی کاربست شدند. موردهای از همه زیادی فساد در یک مؤسسه تحصیلاتی ولایت سوخت در حالی است که معارف تاجیکستان یکی از ساحه‌های فسادزده‌ترین نامبر می شود. ولی کاربران شبکه‌های اجتماعی این خلاصه را درست نمی‌شمارند و میگویند زور نهادهای ضد فساد به ساحه‌های دیگر نمی‌رسد و آموزگاران و پزشکان شکار آسان آنها دانسته می‌شود. با وجود ردیه مقامات تاجیکستان، سطح بلند فسادزدگی تقریبا همه ساحه‌ها را سازمان‌های بین‌الملل در گزارش‌های همه‌ساله نگران کننده می‌نامند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. 12 сол баъди нопадидшавии амакбачаҳо Сабина ва Малика Араловаҳо полиси душанбе ҷустуҷӯи онҳоро аз сар гирифт ва барои пайдо кардани маълумот 5 миллион сомонӣ подош ваъда кард. Улуғбек Аралов падари Сабина Аралова гуфт ин ваъдаи подоши пулӣ барои маълумот дар бораи духтарони нопадидшуда аз ҷониби худи полиси шаҳри Душанбе садо додааст. Улуғбек Аралов ба Радиои Озодӣ гуфт аз соли 2013 ки духтар ва бародарзодааш он замон 4 ва 5 сол буданд, вақти зиёд гузашт, вале онҳо ҳеҷ гоҳ умедашонро барои пайдо кардани духтарҳо аз даст надоданд. ҳоло Сабина ва Малика Араловаҳо 16 ва 17 сола буда метавонанд. соли 2013 ҳодисаи нопадидшавии кӯдакони хурдсол дар назди маркази савдои Садбарг бисёриҳоро дар Тоҷикистон такон дод ва барои ҷустуҷӯи онҳо на танҳо ходимони полис, балки ихтиёриёни зиёде ҳам сафарбар шуданд. дар ҳамин ҷо барномаи имрӯза ба поён мерасад. сипосгузорем ки то ин лаҳзаҳо бо мо будед. хабару гузоришҳои бештар барои пайдо кардани хабару гузоришҳои бештар ба сомонаи Радиои Озодӣ, саҳифаҳои иҷтимоӣ мо дар фейсбуку телеграм, ютубу инстаграм ва иксу тикток муроҷиат кунед. худо нигаҳбони шумо.